خبر تازه: صدای چندین انفجار در اطراف شهر کابل. منابع گفتند چندین انفجار پی هم اتفاق رخ داده دوستا که حتی هموطنان ما را، حتی کسانی که در اتاقشان در خانه هایشان استراحت بودند در این وقت شب دوستا، شیشه های خانهشان حتی تکان خورده و از تکان خوردن آن شیشه های اینا بیدار شدند و همگی پریشان از بیرون هستند که در بیرون چی اتفاق افتاده. ماهیت از این معلوم نیست که دوستا چی بوده چی نبوده. پلیس و امارات تا هنوز هیچ چیز نگفتن تا هنوز، ولی هموطنان ما بسیار به ترس و لرز هستند که در بیرون چی گپ شده. و همچنان دوستا جدا از این که چندین انفجارهای نیرومند پی هم بوده، بعد از انفجارها صدای درگیری هم در آسمان کابل امشب نیز بوده و اتفاق رخ داده دوستا. خداوند خیر را پیش کند. امیدوار هستم که هیچ تلفات ندیده باشه کسی و جزئیات بیشتر در ویدیوی بعدی بر شما به نشر میرسانم و همچنان تا ویدیوی دیگر بدرود.